چطوری؟ خب خوبی؟ قربت برم. هفته چطور بود؟ من اینو اینطوری میگیرم دستم یه جوریم، ولی باید این نزدیک باشه به خودم. نه خوبه، بذارم اون جلو اوکی میشه. آفرین. چه خبر؟ چی کاره ای این هفته؟ چی کاری این کردی؟ هفته که عالی بوده برام، میدونی که این ازی بوده. آره خیلی حال داد بهم. لحاظ فوتبالی معرکه بوده، ولی خب برای موسیقی کشورمون الان الان داشتم می اومدم یه آقاه بود رنده با استاپ اومدم رنده استاپ گفت آقا فوتبالی شما؟ گفتم آره. گفتش که وضع من خرابه. گفتم چرا؟ با همین لحنا گفت آقا طرفدار استقلالم داره سقوط میکنه، طرفدار منچسترم داره سقوط میکنه، رئالم این پس هیچ جا نمیگیره، میخوام تیمامو عوض کنم. تو دیدم بابا یزیدی تیمی که تو داری میگی مثلا تو 5 سال اخیر 2 بار چمپیونز لیگ 3 بار چمپیونز لیگ برده، حالا یه فصل هست شید. حالا دیشب منچستر خوب بازی کرده. دیشب منچستر رو من ندیدم بازیو. دیدی هایلایتش دیدم. هایلایت که تیکه های گلاش و اینا رو دیدم بازی عجیبی یاد دست. آره من خوشم هایلایتش رو ببینم. آخه کی فکر میکنه منچستر یونایتد رد 15 همی جدول مثلا میخواد جو لیون بازی کنه یه بازی خفن در میاد ازش؟ منچستر دیگه. من فکرشو نمیکنم واقعا. خب بگذاریم ازش، فوتبالی نیستیم این سریو. اومدیم که در مورد یه موسیقی که این روزا خیلی ترنده صحبت بکنیم. یه چیزی که ترکید و همون برگام خیلی جا خرابش کردن ها، میدونی که یعنی با ریمیکس هایی که اهالی فن انجام میدن. به معرض گلزار تقریبا دیگه همه جا هست. همه تو جا. موسیقی هست، تو فیلم ها هست، تو فوتبال هست. تو فوتبال دیدی سر همین بازی رئال مادرید میزنن رو مثلا آنجلوتی در داد میزنه، مثلا حرف میزنه احمق. نه خب آره دیگه، این الان همه جا میشینه دیگه. بعد بالیش رو چیه؟ معرض گلزار فکر کنم یکی از طولانی ترین چیزا رو داره، ترندا رو داره. این فیلم واسه عاشقانه است. سال 96 نه؟ خیلی قبله، اصلا یادم نمیاد واسه کیه. بعد فکر میکنم جدی 2 بار 3 بار اومده بالا ترند شده. این مثلا بار سومشه مثلا. یعنی و خیلی واسه عجیبه. یه مدت که اون صحنهش خیلی معروف شده بود. استوبای من زمان احمق. اون فکر کنم 6 7 ماه پیش بود نه؟ نه بابا خیلی وقت پیش، مثلا چه میدونم 5 سال پیش. خب به بچهای ما فکر کنم 6 7 ماه پیش رسید تازه. ببین این چیز جدیدی که ازش دیگه دارن ریمیکس میکنن، آره به ماها یه 5 6 ماه رسید. از یکی از چیزا شروع شد امسال. یه موزیک داد و برگشت گفتش که خودم اصلا یه کاری کردم که تو خراب کردی همه چی. یادم نمیاد. از اون شروع شد. بعد دیگه گلزار دیگه همه جا رو گرفت دیگه. یه سری اومدن تو توییتر توی یوتیوب اون صحنه هاشو بازی کردن، حتی تست بازیگریشون اون صحنه های چیز بود، میکوبه زمین و فلان و اینا. پس واقعا یارو هر کاری میکنه ترند میشه. جدی میگم. البته اینکه تو واقعا هم یه کار مسخره بکنی یهو ترند بشی هم خیلی مطرحه. یعنی یه سری میان این کارو میکنن که اصلا ترند بشن دیگه. ولی هنوزم من معتقدم و خیلی دیگه که اون خرسه تو پایتخت بهتر است. بذار بازی کرده. حالا یه چیز جالب، تو فکر کن آقا تو یه آدمی هستی تو بریتانیا به دنیا اومدی، سوپر استاری واسه خودت شدی، یه آدم گوگلی دوست داشتنی، یا آهنگ میگی بیا آقا بسازم واسه کامیونیتی فارسی، با کی؟ مثلا با گوگوش و اندی کار کنم و مثلا فلان. بعد یهو میبینید آهنگت داره پلی میشه تو کامیونیتی فارسی و میبینی یکی دیگه داره روش میخونه. بعد توی که این چی میگه؟ روی عزیزم من مثلا داره میگه احمق این چیه؟ چی میخوادش بگی؟ ریمیکس ها ببین دیوونه میکنه آدمو. ولی خب واقعا همینم خیلی کمک کرد به خود موزیک اچیرن به اسم عزیزم که شنیده بشه دیگه. ببین آره دیگه. ولی خب اون اچیرنه، اون احتیاجی واقعا نداره دیگه، داره واقعا. ولی الان میدونی همه البته بازم با رضا گلزار میشناسن آهنگرو. ببین من هر موقع که این موزیک پلی میشه واقعا رضا گلزار میاد. اون میگه عزیزم پس کلت دیگه احمق. ولی اون میگه احمق. واقعا آهنگو خراب کردن، جدا آهنگو خیلی بد خراب کردن. حالا امروز دقیقاً اولین روزیه که اگه اشتباه نکنم که گوگوش، یعنی اون نسخه کامل فارسیش اومده. ادشیرن که فارسی میخونه که من اصلا نمیفهمم، یعنی با زیرنویس باید باشه، ولی خیلی بانمکه. بعد خانم گوگوشم که قلب منه دیگه. من هنوز گوش ندادم. گوگوش خیلی بانمک خونده روش. گوگوش همیشگی سوپر استار. ببین میتونست واقعا، آخه من نمیدونم چطور با گوگوشی و این کارو کرد. یعنی ما یه سری آرتیست
عجیب غریب داریم که توی موزیک میتونستن خیلی بهتره کنن. ببین یه سری آرتیست داری که خیلی نزدیکترن به اد شیرن تا گوگوش. آره یعنی گوگوش بیش از گوگوش نزدیکن به اد شیرن و انتخاب جالب. خیلی پاپ مثلا پاپ گوگوشیه میدونی. ولی مثلا من اینطوری هم که اگر اون بحثی که پیش اومد مثلا ساسی مانکن بیاد روش بخونه، به نظر من مثلا با اد شیرن چیز جالب‌تری در میاد. بازم میگم و من خودم گوگوش قلبمه واقعا اینطوری، ولی اینطوری هم که این باحال بود، ولی احتمالاً اد شیرن با مثلا چه میدونم آرش خیلی بهتر جواب. من اصلا فکر می‌کردم واقعا اگر این موزیک با آرش میومد بالا، موزیک پارتی تری بود، اصلا منفجر می‌کرد. واقعا میتره خیلی پارتی تر میشد واقعا. یا اصلا با خود اندی، اگه اندی هم میخوند به نظر من میتونست چیز بشه. الان خیلی یه پاپ مثلا واقعا عاشقانه شد، عزیزم طور شده میدونی. خیلی اینطوری شده، یعنی هم انگار کالچر ایرانیه، موزیک ایرانی شده. از این لحاظ خیلی خوب پیش رفت. الان اندی هم تو این هست. اندی مثل که تو کورس عزیزمو میگه فقط. آره من اگر هستم چیزی نشیدم هنوز ازش. من چون خود موزیکو نرفتم گوش بدم، هی تیکه‌هاش میاد، تیکه گوگوشش میومد، اون تیکه‌ای که میرسید به اد شیرن و اینطوری بودم که خیلی بانمکه. متن باحال، کالچر کاملا ایرانیه، اصلا خود موزیک ویدیوش هم کاملا ایرانیه. موزیک ویدیوش اینجوری یه عروسی ایرانیه توی یه حالت مثلا قصر قدیمی مثلا یه همچین چیزی، بعد فرش ایرانی همه جا، بعد همه دارن ایرانی میرقصن، این میره تو بعد تو کل ویدیو این عزیزمو که میگن ایرانیا کالچر بولدی که تو ویدیو دارن پاپ کالچره در از که داره نشون میده روبوسیه، همه دارن میون بوسش کنن. اد شیرن داره فرار میکنه که بوس نده، میره میفته مثلا تو ظرف زرش پلو. این شکلیه. آره خیلی باحال، کالچر ایرانیه کاملا و بعضا با گوگوش کامل تونستش که ایرانی زش بکنه و بدتش بیرون، یعنی درست بدتش بیرون و حس میکنم مثلا هدفش همین بود که ایرانی یه چیز ایرانی درست بکنم، نه که مثلا با آرش بخونم تو مثلا توی چیز. آخه گوگوش چرا قبول کرده دوباره؟ گوگوش چرا قبول نکنه داداش؟ باید چینه دیگه. نمیدونم آخه تو مثلا یه سبک موسیقی این شکلی تا حالا نداشتی. سبکی که توش میخونه کاملا گوگوشی ها. خب در نمیاد با اد شیرن. چرا در اومده دیگه؟ آره چون گوگوشو دوست داری؟ نه جدی در اومده. میگم مثلا موزیک خیلی ایرانی شده میدونی، یعنی پاپ میوزیک مثلا جدیدم میخونه، مثلا لاله‌زارش یا مثلا خود گوگوش مثلا آهنگای آخرش خیلی شبیه اوناست دیگه، خیلی ایران پاپ ایرانیه. ولی من بازم اگر که واقعا با آرش بود به نظرم مثلا آره با جوون‌تر کار می‌کردن، آره به نظرم خیلی باحال‌تر میشه. حالا من ساسی میدونی که ساسی مانکن بهش نباید دیگه بگی مانکن، ساسی. آره با ساسی اگه کار می‌کرد ماها عین پیرمرده از ساسی مانکن. آره ساسی مانکن سال پیش واقعا نباید به یارو بگی. یارو هم خودش زشته البته. ساسان ایدری فامیل شیدریه جدی. یادم میاد اسمش ساسان ایدری میگفتن هست. آره اگر با اون کار می‌کرد ساسی خالی خود ساسی اینجوریه که خدای ترنده. آره. اینجوریه که من سالی یه بار آهنگ میدم ولی با همون مثلا سالو میبندم. خداییش هم راست میگه، میتونه کنه دیگه. الان ما نداریم توی موسیقی ایران یه کسی که اگر قرار باشه یه آهنگ بده منفجر بشه. آره مثلا تک و توک دیگه، همین ساسیه مثلا. آره بعد ساسی یعنی چرت و پرت میخونه ها، واقعا به نظر من چرت و پرته محتواش کاملا، یعنی حتی دیگه واسه مهمونی هم نیست. محتوایی که داره اینجوریه که تو ببینی بگی چقدر باحال بود، تموم شد رفت. همه به خاطر موزیک ویدیوهاش میبینن. آره مثلا یه آخری بعد دهن سرویس خیلی هم وارده به این که حاشیه واسه همش درست بکنه. یه بار اول اینستا بعد کتاب بود، بعد یه مدت شد نمیدونم فلان، بعد الان زن سمیره ایدریه. آره خیلی چیز عجیبیه. آره. ولی ببین بلده دیگه. آره ترند ساز کامل بلده. قبلا ما آرتیستشیم که میدونی یعنی هیچ موقع، یعنی هیچ وقت آرتیست قوی نداشتیم که بتونه بیاد مثلا یهو بولد بشه به غیر از آرش. واقعا ببین آرش دنیا یا موسیقی ایران دیگه. شادمهر هم از اون زمانی که اومد نه ببین سطح بین الملل رو میگم. آره اون که آره میدونی اصلا نداریم هنوز. نداریم اصلا فقط آرش رو داریم. گوگوش بوده قبل انقلاب که مثلا میشناختنش دنیا ببین کلت دادن ها. مثلا من یادم من تقریبا نوجوان که بودم اندی اومد با
راغب علامه خوند. یادت میشناسی راغب علامه رو؟ یه آرتیست، یه خواننده عربیه که اومدن با هم دیگه کلاب دادن و خیلی ترکید. خب بعد آرش با اسنوپ داگ مثلا خوند. آره سال 2012 آرش میاد با شان پال میخونه. یه لحظه پشون فکر گفتی اسنوپ داگش مال 2012. نه اسنوپ داگش 2016. نه بابا. آره. او مای گاد دیگه او ام جی. نه بابا جدیدتره واسه 2016. آره. 2016 اینا اینجا اصلا نوشتین نگاه کن مال سال انتشار 2016. پشما. بعد تو یوتیوب 200 میلیون بازدید داشته. اینو میگفتم نه یه آهنگ دیگه آرشه که پر بیانه ترین یوتیوب فارسی. چی بود اون سری خوندیم؟ اون که توشون دختره میگه ریندن دم دم دم، این که نیست. همینه. آره. همینه. چیچی آنجل مثلا بروکن آنجل. آفرین. آره بروکن آنجل بود. خیلی هم عجیب غریبه موزیک. ولی خب میاد یهو مثلا با شان پاول میخونه، بعدش میره با اسنوپ داگ میخونه. با پیتبول هم فیت داره. آره با پیتبول برای سر جام جهانیه ها. بعد این میاد مثلا 2 نفر دیگه تو موزیکش هم هستن خب، که میاد میگه که آقا من فرهنگا رو دارم با هم دیگه قاطی میکنم دیگه. خب که مثلا بفهمونم به دنیا که آقا ما فرهنگامون تقریبا به هم دیگه نزدیکه. میاد با پیتبول میخونه، خیلی منفجر میکنه. من اینو اصلا ندیده بودم. به اون موقعی که با شگی میخونه یارو. آقا یه سوال، آرش چه نفوذی داره الان توی موسیقی دنیا که این شکلیه؟ میدونی چی میگم؟ یعنی چرا مثلا ساسی یا توهی هم البته فیت چیز داره فکر کنم بین‌المللی، مثلا اونا چرا انقدر چیزی سر؟ آرش آخه به خاطر اون موزیک ویدیوش با شگی یه بار میره تو MTV، اصلا MTV نشونش میده. یه شبکه‌ای بود توی ماهواره، هنوزم هستش البته که ماها نداریم دیگه، ولی میره توی MTV یه دونه کانال دیگه بود، ویوا پولسکا. ویوا رو یه شبکه‌ای بود 4 تا مثلث بغل هم دیگه بود، قارمش هم این شکلی بود. خب بعد اینا مثلا با MTV کانالایی بودن که مثلا هیت ترکای دنیا رو نشون میدادن و اینو میذاشتن تو. آره بعد اصلا اینجوری بودم وای پسر مثلا پشمام آرش اومده الان هیت شده. آرش عجیب نیست به نظر آرش به نظر من آرتیست خیلی خوبیه. نه اصلا عجیب نیست. چرا؟ من خیلی دوستش دارم ولی شغل اصلیش خوانندگیه. نه نمیدونم، چون خیلی هم کم موزیک میده، قبول داری نه؟ آره ولی خب میدونی اصلا احتیاج نداره دیگه، یه بار میده پولشو در میاره. آفرین دیگه یارو توی یوتیوب. ولی خب اونا خیلی منیجرای عجیب غریبی دارن. اونم وضع مالیش اصلا اول خوب بوده اون موقع که موزیک ویدئویی که میداد بیرون تاثیرگذاره کلا. ما اولین موزیک ویدئومون توی مثلا رپ فارسی چیز بود دیگه، برو از پیش من. آره یادته مثلا تتلو بود. آفرین. آره بعدش آرش میاد چیزو میده، تیکه تیکه کردی دل منو. یادته با یه دونه ماشین چیز میره. به من اولین موزیک ویدیویی که به اولین ترندی که زمان ما بود، من شاهد دلم تو بی پیکش بود. اون موقع من تو دبستان بود. چی؟ ملودی. آره اسمش ملودی بود اصلا. بعد اون زمانی بودش که دیگه مثلا ما دبستان بودیم میفهمیدیم آهنگا رو، و یعنی که مثلا همین آهنگ بروکن انجل اون زمان مثلا ما شنیده بودیم. اصلا ملودی اگه یاد باشه موزیک ویدیوش این شکلی بود که اون آرش بود. کی؟ سوسن خانم آرش بود. ترکی دارم. نه من دارم راجع آرش. نه سطح بین المللی دیگه. نه اصلا کلا آرش رو دارم میگم. اونجوری که خیلی آرش. آره اونجوری که اصلا بازم کلان مثلا زمان ما تو مدرسه ما گوش میدادن. بابا محسن یگانه بهت قول میدم. آره اون زمان بود بهت قول میدم. اینقدر قدیمیه بهت قول میدم دیگه. اون زمان محسن یگانه معروفش چیز بود، سکوت قلب تو بشکن و برگرد. قبل ترش با محسن چاوشی آهنگ میدادن. اون بود فرزاد فرزین بود، اینا با هم کار میکردن. آره یه دونه ترک هستش. مگه بهت نگفته بودم، یه موزیک فسیل خیلی قدیمیه. خب بعد این مثلا 4 تا خب با هم یکی دیگه هم بود الان اسمش یادم نمیاد، اینا با هم دیگه این ترکه رو دادن بیرون و خیلی منفجر شد. من اصلا یادم نمیاد، یا راهنمایی بودم یا دبیرستان بودم، شاید اول دبیرستان شاید دوم سوم راهنمایی، توی این بازه بوده که این موزیک میاد. ملودی الان یادم اومد که تیکه تیکه به ملت گفته بود موزیک شما بسازید. اصلا همینجوری شد کلیپش دیگه. اینجوری تیکه و اونم ترکوندش. و اولین ترندی که از آرش شدم میاد ملودی بود.
ببین سال با مارشملو آهنگ داده آرش. مارشملو یه دونه اون دیجی هست اون چیز دیگه. آره. اون با تی پین داره مثلا، شگی. آره با شگی داره. حالا هلنا رو من نمیشناسم. آره مثلا ماهامبی هم من نمیشناسم. آره سوئدی کنگوییه. آره. ولی خب خیلی من فکر می‌کنم توی چیز خواننده ها واقعا معروفه. و حالا رپ فارسی 20 سال منتظره که یه دونه فیت دیگه از تکنانی آره. اونو شنیدم رضا پیشرو هفته پیش اعلام کردش کاراش داره میشه. حتی رضا پیشرو همیشه داره همین موضوع رو میگه. خواستم بگم هر 2 ماه یه بار میگه اون داره کاراش میشه. آره. ولی خب دیگه اون اصلا از دهن افتاد دیگه. اصلا دیگه تکنان دیگه گوش دادنی نیست دیگه واقعا مثلا. اصلا تکنان من واقعا نه یا اصلا تکنان مثلا دیگه اونقدر حتی خود رضا پیشرو هم دیگه تمومه دیگه. نه میدونی با مسخره ترین فیت بین‌المللی که اسمش اومد و هیچ وقت نمیاد فیت پوتک و تراویس اسکات. من واقعا منتظر 2 ساله داره میگه من دارم کار میدم با تراویس. آخه تراویس اسکات نمیدونم چی جوری فقط پول میتونه مسئله رو در. آخه تراویس اسکات دیگه الان کسی نیستش که مثلا به خاطر پول بیاد مثلا یه کار عجیب غریب کنه. یارو میدونی اگر 2 سال پیش بود میگفتیم باز اوکی تره آلبوم آخر رو ولی مثلا اسنوپ داگ هم مثلا آدمی نیستش که به خاطر پول شاید، یعنی تو ذهنم اسنوپ داگ عشقی کار میکنه میدونی مثلا یه گله انقدر خوب باشه آفرین بگه خیلی خوب مثلا بعد تازه اونم اینجوریه که داداش باید با من گل بکشی حتما. من اگر قراره بیام برم پیش اسنوپ داگ اینو یادم نمیاد کی تعریف میکنم میگفتش که آیسان اسلامی بود راجبه آیسان اسلامی میگفتش که آقا من یه رابطی داشتم میگفتش آقا بریم پیش اسنوپ داگ. میگفت شرط اسنوپ داگ فقط اینه که تو باید بشینی با من گل بکشی اگر قراره بیای پیش من. آیسان اسلامی اینجوری بود که بابا من ترک کردم من نمیتونم این کارو بکنم. بعدم تو مثلا اون گلی که تو داری میکشی چه خری هستی که یارو میکشت تو اتاق. این کلکلشو با چیز دیدی؟ بیس خلیفه میره دیگه اصلا میره باش اصلا. خیلی اونم عجیبه. نه ولی اگه به من بگم باید گل بکشی بشینی که اسنوپ داگ من اوکی. نه بابا آجی اسنوپ داگو میخوای ببینی خیلی بزرگه. آخه به چه قیمتی تو اون ساید افکتاش تا 5 سال باید میمونه فهمیدی هر شب خواب میبینی تو دودی نه فینت میکنی اصلا. من خدایی میترسم جدا چون اون میدونی اون اصلا استوریاشو که ببینی خب یه بار رفته پیش کایسنات اونو دیدی؟ کایسنات کی بود؟ یوتیوبره همیشه دستمال نشیننده. بعد اینجوری با هم دیگه نشستن و اینا بعد بهش میگه که ببین اصلا تو چند ثانیه مثلا میتونی چیز بکنی یه رول گل بپیچی و اینا. بعد اصلا میگه که نمیدونم الان ساعت چنده. بعد مثلا کایسنات برمیگرده روی لپتاپش نگاه میکنه ساعت چیه اسنوپ داگ همون موقع میپیچه سری. بعد کایسنات دیوونه میشه میگه تو لحظه‌ای که من دارم با تو صحبت میکنم داشتی میپیچیدی. میگه آره. بعد باور کردنی نیست شاید بکنم تو 10 ثانیه میپیچه. خودش اسطوره است دیگه بابا. پشمام واقعا پشمام. آره. ولی اونم یه آلبوم عجیب داره با دکتر دره میده. فکر می‌کنم ان شاءالله که جواب بگم. اون اکیپو کلا خیلی دوست دارم ولی حس می‌کنم که دیگه پیر شدن. یعنی دیگه پایان. خود چیزام فیتای جالبی داره ها ادشیرن. آره. یه تایمی شروع که با امینم کار کردن. اون ویدیوشو دیدی تو برنامه تلویزیونی زنگ میزنه به امینم؟ نه. یارو بهش میگه که اصلا تو با امینم رفیق شدی. میگه آره بابا مثلا بعد توی آلبوم قبلیش یه دونه فیت با امینم داشت، یه فیت تکی، بعدم یه فیت داد با امینم و 50 سنت. اون اولیه رو داده بود. بعد گفت آره بابا رفیق شدیم و فلان. توضیح میده که آقا چه جوری مثلا اون موزیکو درست کرده اینا. گفت یه زنگ بزن مثلا به امینم ببین جواب تو میده. زنگ میزنه بعد امینم نمیشناستش پشت تلفن. اینطوریه که داداش با کار کردیم چرا اصلا نمیشناسه؟ یعنی میگه من ادشیرنم و نمیشناسه؟ نه زنگ میزنه میگه تو کی؟ بعد میگه آجی ادشیرنم مثلا. میگه آها چطوری داداش خوبی؟ یا حتی شماره‌ام هم سیو نداری مثلا اینطوری. ولی خب اونم فیتای باحال داره. حتی با تیلور سویفت هم فیتای بانمکی داره یارو. به نظر من ادشیرن آهنگای خفنی هم داره واقعا. آره من خیلی دوستش دارم. جز چیزاست چرا خاموش دوستش دارم است. خیلی ولی واقعا آرتیست خوبیه. آره. واقعا آرتیست خوبیه. ببین یه دونه چیزش هم میدیدم
در مورد اینکه تو بخوای یه بیتی رو بخری. اوکی. بعد داشتن از کسایی که مثلا کار آهنگسازی میکنن تو ایران. نه تو ایران که اصلا آهنگساز نداره که یه اصلا شموزاری نه اون دیگه تموم شد. نه اونا مثلا که نسلشون تموم شد. الان مثلا توی نسلی که توی هیپ هاپ دنیا مثلا هستش، مثلا میگفت به مترو بومین، خب میگفتش به من $100,000 میگیرم برای هر بیتی که بخوام به تو بفروشم. خب دکتر دره میگفتش به مثلا من بین 150 تا 200,000 تا میگیرم یه دونه بیت برات میزنم. اوکی تازه اگر باهات حال کنم. خب میرسم به کی؟ به تیمبرلند. میشناسیش؟ یه آدم عجیب غریبیه. میگه 500,000 تومان میگیرم. 500,000 تا فقط برای یه دونه ترک میگیرم که بهت بدم. بعد میگفتش که ببین برای چی تو انقدر مثلا گرون میگیری؟ میگه ببین به خاطر اینکه من الان تو هر جای بری آهنگساز ریخته، ولی امضای کار من بیاد وسط میدونی ارزشمنده. درست پول بیتو نمیدی، پول اسمو داری میدی. آفرین. ولی خب یارو میدونی آره طبیعتا خیلی آدم عجیب غریبیه. ولی حالا توی این موضوع این ترک عزیزم که اومد یه اسمیه که خیلی خوب میدرخشه دیگه، به غیر از اچیرن، گوگوش، اندی و یه کسی هست که آره این کارا رو کرده دیگه و تقریبا یه نابغه محسوب میشه دیگه. کار جالبی کرد که اومد این حرکت رو زد به نظر من. بله آقای ایلیا سلمانزاده است. متولد 1986 علیرضا. خب من 90م. 50 سال 4 سالم من بزرگتر. 38 سالشه. آره تو بگو 39 سالشه اصلا. 40 بود میدونی؟ بعد این بزرگوار تو ایران دنیا اومده و توی رفته بچه کجاست؟ زده بود؟ محله یعنی شهر کجاست؟ نمیدونم. چون هر کی موفق میشه از چالوسی خارج موفق میشه. آره از تهران مال تهرانه. نه ولی ببین توی 11 سالگی میره توی سوئد و تو 19 سالگی سال 2005. خب آفرین 2005 با شرکت وارنر در استکهلم قرارداد میبنده. با وارنر بروز یعنی وارنر چپل یا چپل که قطعا نیست چپل دیگه. آره و بزرگوار ببین تو سال 2009 یعنی چند سالش بوده؟ 2000 از 86 تا 2009 23 تو 23 سالگی یارو بوم بوده واسه خودش. بعد ببین با کسایی که کار کرده اصلا وقتی متوجه میشی میریزه پرات. ببین با جنیفر لوپز جیلو آره آهنگ فرست لاف، با بیانسه تو اسپیریت مال شیرشاه. فرست لاف کدومه؟ معروفه فرست لاف؟ من جنیفر باز نیستم. منم جنیفر باز یه دونه خب اوکی آره. سرچ می‌کنیم. ولی بیانسه ببین اسپیریت از شیرشاه نامزد گرمی بوده سال 2020. پشما. تیلور سویفت شیرشاه فیلم؟ آره دیگه. آره دیگه 2020 دیگه. آره. همون چیز اصلا لایو اکشن. آفرین. آره نامزد گرمی بوده بزرگوار. بعد تیلور سویفت آره نیا کن توی این نه برای موزیک پرابلم آریانا گرانده سال 2014 معروف شد. بله با چقدر استاد با هر چی دختر بودن رفته کار. بعد جالبیش اینه که همه را مثلا موفق بوده. بعد اسمایی مثلا چیز پاپ کالچر آمریکاست. 200 میلیون پلی تو آیتیونز بزرگوار. آخرین چیزش چیزه همین اچیرن عزیزمه. بعد با نیکی میناژ هم کار کرد. مثلا با همه کار کرده. یعنی تو با هر کسی که توی صنعت موسیقی آمریکا بوده یارو کار کرده. بعد باحال قطعا که این آدم گفته برو با گوگوش کار کن. آره خیلی اصلا فکر کنم تز موزیک ویدیو هم خودش داده. که مهمونی و آفرین. یعنی این که تو زرش بالا با موقع اچیرن که نمیدونه. قطعا نمیدونه. آره. یعنی همه اینا رو ولی چرا قرمه سبزی استفاده نکردن؟ توش بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. یه دونه یه سالن چیز آشپزی چی بهش میگن؟ آشپزخونه. یادم رفت فارسی مطبخ. مطبخ آخه دقیقاً شبیه مطبخ هم هست. بعد اون تو همه غذا رو دارن درست می‌کنن دیگه. فکر کنم قرمه سبزی هم توش بود.
اصلا یه تیکه یکی انگوشش ماسخیاریه فکر میکنه تو دهنت چیره. باید حالا موزیکی دوشه رو با هم ببینیم. کاش که میدیدیم بعد میومدیم صحبت میکردیم که واقعا من نرسیدم دیگه. خیلی باحاله، خیلی باحاله. اصلا سیگنیچر ایرانی‌ها سبوسه دیگه. ببین توی اون که همه اینجوریان دارن سمت چیرن بوسش کنن و کلا بعد دنیا بعدش معذب بوده. آره حتی کالچر مختلف هستا. سبوسو که اصلا ندارن. ببین نهایتا یه دونه چی بود خداحافظی 3 مرحله کار. آره این که 3 تا بوس میکنی. من تو فامیلای خودمون تو عید دیدنی همیشه موزل داشتم که 2 تا بوس بکنم یا 3 تا. ببین وقتی بزرگ میشی من یه راه حلی پیدا کردم. توی که طرفو صفر بگیر بغل آره. گردنو نگیش دیگه شروع. آره ولی خب یه جاهایی نمیشه دیگه. آره دیگه نمیتونی تو بغل بزرگای فامیل نمیشه اصلا. حتما باید بوسو بدی. خیلی کار عجیبی هم هست. اصلا من متوجهش نمیشم. یه بوسیم ور یه بوسیم ور. بعد دیدی هیچ قانونی هم نداره که کدوم طرف شروع میشه. بستگی داره طرف چه لبای خوره به هم دیگه توی این بوس کردن اینجوری شه. ببخشید من همیشه هم با آقایون این اتفاق میفته. دایی‌ها همیشه نمیدونم یه حرف عجیبی دیگه. خب واقعا یه چیز دیگه. آره دیگه. بعد اصلا نمیفهممش. یعنی میدونی مثلا واقعا آخه خیلی حرکت عجیبیه بوس کردن. قبول نداری؟ ببین ما همه دیگه یه دور لپامون به لپم دیگه خورده. مثلا واسه کالچر واسه انگلیسی اینطوریه که جان واسه کالچر مثلا بریتانیایی واقعا یه چیز عجیب غریبیه که تو تاچ داشته باشی. بابا اصلا تو الان دیوید بکام رود میشه 3 تا بوس کنی؟ زشته اصلا. تو چی بگی؟ 3 تا بوس بده دیوید بکام که باید لباشو واقعا محترم. چی میگی بابا؟ اون اوکی هم باهاش نه ولی جدی مثلا کالچر 3 بوس مثلا هیچ جا نیست قطعا. من یه پادکست خیلی وقت پیش رو زمانی که راجع به اسپانیایی گوش میدادم یه انگلیسیه بود و به خاطر کارش رفته بود اسپانیا و هم میگفتش که من اوایلش احساس میکردم که مثلا منظوردار به هم دست میزنن. توی اسپانیا میگفت مثلا توی چیز وایسادی تو مترو درک باز میشه وای نمیسن که بری اینجوری مثلا میگن برو. مثلا اگه تو بار نشستی یارو میاد دستش مثلا میذاره رو شونت یه چیزی سفارش بده بار بگیره بره تو مثلا جلو بار نشستی. بعد میگم اولش فکر کنم منظور داره اینطوری. بودم چرا اینا این شکلیه مثلا انقدر جامعهشون مثلا اونا اینا ما. ببین آره اسپانی کالچر اسپانی خیلی نزدیکه به ما ولی بازم 3 بوس نداره. اونا نداره. ایرانی‌ها امام دست زدنن. آره چه خبر مثلا. بعد حالا مثلا کالچر شاکایی که تو اسپانیا میگفت مثلا میگفت نمیزن تنها غذا بخوری. مثلا اگه تو تنها اومدی رستوران غذا بخوری که تنهاست میاد سر میز میشینه باهات شروع میکنه صحبت کردن. اینطوری که داش پرایوسی مثلا اینا. تو مشروبشون این شکلی هم مشروب خوردنشون که اصلا دادشون شروع میکنه باهات صحبت کردن سفت. اون خیلی بمبه اون حرکت. اون اصلا مدل مشروب خوردن اون خیلی بمبه. خیلی خوش میگذره باشون همه کار بکنی واقعا با اسپانیایی. ولی اینجوریه که مثلا یارو انگلیسی بود میگفت آجی من اینا نمیفهمم اصلا تو انگلیس مثلا اینجوری نیست راحت بتونی بهم دست بزنی. اونا با آدمای خوشگن اصلا. آخه خیلی از کالچر دنیا این شکلیه که آجی تاچ کردن داداش یارو سر تاچ کردن میره زندان. ما اینجا بوس میکنیم همدیگه رو مثلا. حالا باشه ایرانی‌ها که حالا اصلا یه سیستم عجیب غریبی دارن ولی حالا اینکه تو یه انگلیسی باشی که مثلا اگر من الان دستم بذارم رو شونت تو یه معذب میشی ستون آروم باش دیگه. مگه به خود شک داری؟ مگه خود شک داری؟ آخه با اون بزرگ شده دیگه میدونی یه کسی که این کارو میکنه تو اون کالچر داستان داره مثلا. ولی ماها این شکلی نیستیم دیگه. نه ما که اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم. ایزی ترینیم رو تاچ. یعنی یکی با منظورم دست بزنه تا 10 دقیقه اول نمیفهمیم اصلا. تو که عادیه. آره یکی علامت دست کرده. اینطوریه که اصلا مثلا اینجوری که همین آقای علیرضا یه بار یه مهمونی داشتیم. دفعه اول بود بزرگوارو میدیدیم اصلا. ببین از موزیک کجا آوردی آدمو. نشسته بودیم همه داشتیم با هم دیگه میگفتیم میخندیم تو بالکن بودیم. بچه‌ها داشتن چی تعریف کنی؟ خیلی هم جالبه.
هم بزرگواری که دوست ایمان بود اومدش اینجا باز داداشون نه داداش اشتباه بود بزرگوار نه آقا نمیشه که ببینید به خدا اتفاقی بود آقا ندم نه بدونم تو کی چقدر میخوای توضیح بدی بابا به قول من دستم خورد به اون آقا بود که دفعه اول با همسرش اومده بود پیش ما بعد اومده بوده بیرون حالا یه هوایی بخوره یه سیگاری بکشه و اینا علیرضا خیلی حالا علیرضا اینجوری میگه که من ناخودآگاه اون بزرگوار مثل این که سیگارش میفته نمیدونم نه وایستاد آقا جلو در وایستاده و من اومدم صدا بزنم یه فلانی دستم خورد بهش بعدی برگشت شاه کرد گفتش که من واقعا قصدم این نبود من نمیدونم اصلا چرا داری راجع به این صحبت ولی نه اینو نذار دیگه خودش اینجوری بود که پیش میاد دیگه بعد ولی ناراحت شد از همین تیر من ازش عذرخواهی میکنم واقعا اگه که صدای ما رو میشنوه واقعا بدون قصد و غلط بوده ولی حالا در هر صورت ADHD رو ببین این موزیک اومد بیرون برای ما واقعا یه افتخاری محسوب میشه دیگه واقعا تو صنعت موسیقی خوشحالیم که بالاخره صنعت مرده موسیقیمون یعنی واقعا موسیقی ما هیچ حرفی برای گفتن نداره الان یعنی یه موقعی میگفتی که آقا رپ فارسی الان خیلی بولده خیلی دیگه حرفه‌ای شدن هستن واقعا یه سریشون واقعا حرفه‌ای خودشونو خیلی نزدیک کردن به رتبه آفرین رتبه‌ای که باید باشه ولی اونم میبینید که بعد از یه مدت حالا به خاطر مصائبشون هر آن چیزی که هستش دیگه یکم افول کردن ولی صنعت پاپ هیچ حرفی برای گفتن شده است تقریبا کاملا مرده واقعا تموم شده است ولی خب این بازم برای ما یک افتخار محسوب میشه که یکی برگشت نگاه کرد به ایران واقعا امیدوارم که این یک سکوی پرتابی باشه دوباره برای آرتیستامون که بتونن بازم با یه سری آرتیستای خوب مثلا کار بکنن واقعا همین که تو دنیا حداقل بیان سمت ایران دیگه چون کالچر بانمکی چطور مثلا کالچر عربا داره انقدر پخش میشه یا مثلا بهش توجه میشه یا یه موقعی آسیای شرقی مثلا این اتفاق واسش میافتاد و داره میفته هنوز اصلا همه جا هست دیگه فقط ایرانیان نیستن یعنی حتی ترکا هم مثلا با این حال که کلا 2-3 تا کشورن یعنی جمعیت خیلی زیادی ندارن خیلی بیشتر بهشون توجه میشه توی دنیا تا فارسی ها و ایرانی ها در اصل و حاجی واسه فیلم سمت ایران نمیان مثلا لوکیشن بخوان میرن مثلا تو راجع به ایران فیلم میسازن میرن تو مثلا افغانستان ضبط میکنن مثلا میرن توی جای دیگه ضبط میکنن انقدر چیز شد نه به ایران ستیزی امیدوارم که کالچر ما یکم بیشتر بهش توجه بشه دمت شیرین گرم واقعا دم ایلیا بود اصلا ایلیا سرمزاده آیه ایلیا گرم که شیرونا فرستاد سمت ما دمتون گرم خیلی مخلصیم مشتی هستید آقا صحبتی حرفی چیزی هیچی امیدوارم خانم گوگوش مراحل ترقی رو بیشتر البته که شیرین داره ترقی میکنه وقتی با گوگوش فیت میده شیرین برات آرزو موفقیت میکنم ازش یاد بگیر از گوگوش یاد بگیر بله صحبت خیلی ممنونم دوستان لطفاً لینک دونیت داریم بله لینک دونیت رو تو دیسکریپشن گذاشتم اگه دوست داشتید چون که به حرفای دیگه همون خیلی خوب گوش میدید لایک میکنید ساب میکنید اونم اگه دوست داشتید دونیت بکنید کمک میکنید به ما که بتونیم راحت تر ادامه بدیم خیلی مخلصیم مراقب خودتون باشید دمتون گرم زنده باد خدا